الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. چند اعذاری را اشاره میکنیم که برای یک مسلمان در ماه مبارک رمضان پیش می شود. در بعضی صورتهای این اعذار جایز است که روزه را بگیرد و جایز است که روزه خدا بخورد و باز قضا بیارد، و در بعضی صورتها برش واجب است که بعد روزه خدا بخوره، و در بعضی صورتها روزه گرفتن برش گناه است. تفصیلی از این چنین بیان میشه. اولین عذری از اعذار آیتی را که خواندم بنا به توجیه بعضی از مفسرین، الله تعالی میفرماید: و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، یعنی شیخی کبیر و همچنان زنی که عمرش بالا رفته، اینها برشان اجازه است که روزه خدا بخورن و اجازه است که روزه بگیرن، هر دو برشان جایز است. و البته اگر روزه بگیرن در توانشان باشه بهتر است. پس اگر طاقت نداشتن روزه خدا میخورن و دوباره قضا نمیارن و در مقابل هر روز مسکین را طعام میدهن، البته طعامی متوسطی که خودش استفاده میکنه. عذری دوم و سوم در آیت بعدی که خواندم اشاره است. الله تعالی میفرماید: فمن شهد منکم الشهر فلیصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. ماه مبارک رمضان وقتی که فرا رسید، انسان در حالت صحت و عافیت بود و هجمانی وجود نداشت، حتما وجوبا باید این ماه را روزه بگیرد. اگر مانی وجود داشت از قبیل مثلا مرض و همچنان سفر، در این صورت اجازه داره روزهایی را که میخورد باید او را شمار کنه و بعد از رمضان باید او را قضا بیارد، یعنی اجازه است که بخورد روزه خدا. و اما اگر در امی سفر و مرض حالتی تنگنان قرار گرفت، حالتی خطر بود که به هلاکت میرسم، در این صورت باید بخورد حتما، تا اینکه نفسش به هلاکت نرود و نفس خدا نجات بدهد و باز روزی را که خورده قضا بیارد. و همچنان از این اعذار شخصی که در حالتی هلاکت قرار میگیره، در ابتدای روز نیت روزه کرده، در وسط روز یا آخر روز به مرحله رسیده که بیهوش میشه، یا به مرحله رسیده که دیگر خوف داره که جان خدا از دست میدهد، در این تو صورت روزه خدا باید بخوره، نفس خدا نجات بدهد و روزی را که خورده دوباره قضا بیاره. یعنی حالتی خاصی است برای هر انسان و انسان نمیتونه هر حالتی را چنین حالت تصور کنه و باز بانه روزه خوری را کنه، بلکه یک حالت خاصی است که سر انسان می آید. و همچنان از جمله اعذار عذری برای خانم ها که باردار میشن و همچنان طفل شیرخور دارن، براشان اجازه است که روزه خدا بخورن و اجازه است که روزه را هم بگیرن و هر دو چیز براشان جواز داره. البته وقتی که روزه را خوردن، باز بنا به قولی راجح اهل علم روزه خدا دوباره قضا میارن در بعد از رمضان. و همچنان از این اعذار عذر دیگری متوجه خانما می باشند و حالتی حیض و نفاس، یعنی ماهواری زن و همچنان خونی که در اثری ولادت میاد. در این صورت واجباً باید روزه خود بخورند و اگر روزه گرفتن باز گناهگار میشوند. این چند اعذاری بود که این اعذار اگر برای یک مسلمان در ماه مبارک رمضان پیش میشه، بنا به تفصیلی که بیان کردیم، مطابق و تفصیل درست است که روزه را بخوره و درست است که روزه بگیره، یا روزه اگر بگیره برای خانمایی که ماهواری یا خونی نفاس دارن
برای از اینا گناه است، یا حالت هایی که انسان در حالت مرگ قرار میگیره باید روزه خدا واجباً بخوره تا که نفسش به هلاکت نرود.